ما ایران ماندیم متاع دنیا چه حیثیت داره؟ متاع دنیا مال دارایی برای عزیزت که آبروی ده حفظ بکنی. مال دارایی به این خاطر است که جان ده حفظ بکنی، ناموس ده حفظ بکنی، نه اینکه ناموس مستخدم برای کسب مادیات دنیا مقرر کن. برو روان کن. آخر زمان است. اعمال انسان یقین به الله بکو، به مردم پیش میشه یاد داشته باشی. آخر زمان است. آنقدر از احتیاط کار بگیره که هیچ پرسان نکو، یقین به الله بکنی این تو اعمال ما پس در روی مردم کشانده شوه که مردم برات بگه که این عکس تو نیست، این تو نیستی، در این مجلس حضوری تو نیست، این دختری تو نیست، این زنی تو نیست. خوش نشوه که